اسمای نوزاد در یک تیراندازی از هر دو پایش محروم شد. تقریبا 40 روز است. مادر و خواهرانش هم در حمله در ولایت فاریاب جان دادند. اسما را اینجا در شفاخانه ولایت جوزجان معالجه میکنند. خواهر بزرگش زخمی شد ولی زنده ماند. بله هر دو پایش خط است. دیگه او چیزی بوده که مرمی اصابت کرده، استخوانش تخریب شده بود. از خاطر هر دو پایش یکیش خود محل حادثه قطع شده بود، دیگه‌ش هم بسیار زیاد کم ارتباط داشت که هم چون حیاتیت خود از دست داده بود و هم دور شده از پیشش. و هر دو پایزی برای فعلا قطع است. خویشاوندانش میگویند که طفل را بزرگ میکنند. مادر، پدر، خواهر، برادر، تقوا و خواهران دوگانی 6 عضو عائله 8 نفری هلاک شدند. اسما و خواهر دیگرش زخمی شد. نمیدونیم آنها را کی کشت. سببش را هم نمیدونیم. واقعا در منطقه زیر دست طالبان. مقامات رسمی طالبان را مسئول حمله نامیدند. طالبان گفتند که دست ندارند. با گفته فعالان مدنی ولایت در 12 ماه گذشته در جنگ‌های فاریاب 90 کودک کشته شدند.